در موج برنامه اطلاعاتی خبر. در توجیکستان مرکزی مهاجرت تأسیس داده می شود. پیروزی خواننده تاجیک در آزمون بین المللی. سوخت بهترین ولایت تاجیکستان دانسته شد. میرزیویف یک قطار منصبداران را سبکدوش کرد و طلب نمود که معاش را برگردانند. نخستین کشور اروپایی رسما استفاده واکسن استرازنکا را قطع می کند. ولادیمیر یفیموف معاون شهرداری مسکو در بخش سیاست اقتصادی و مسائل زمین و مالکیت به خبرنگاران درباره افتتاح یک مرکز مخصوص در تاجیکستان ابراز اندیشه کرد. با مقصد تأمین روابط منتظم، مرکز مهاجرت علاقه در جمهوری ازبکستان نمایندگی خود را باز کرده است، گفت معاون رئیس شهر مسکو. او افزود که همین دفتر در تاجیکستان نیز فعال خواهد شد. این مرکزهای مهاجرت برای جلب کارگران بر اساس درخواست کارفرمایان از روسیه فعالیت خواهند کرد. تاکید شده است که مرکزهای مهاجرت برای جلب و وارد شدن نیروی کاری به روسیه ضرورند. مقامداری مسکو اظهار داشته است که دورنمای رشد کاری مرکزهای مهاجرت روشن می باشد، چون امکان می‌دهد که قبلا کاربران وابسته به اختصاص جلب کرده شوند. علیا قربان علیوه خواننده صنف دوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 پیروز آزمون بین المللی ادبی بدیعی لیتراتورное творчество شده است. آزمون بین المللی ادبی بدیعی بخشیده به 115 سالگی شاعر کودکانه روس اگنیا بارتو برگزار گردید. طوری حکومت شهر نورک در سامانش خبر می‌دهد در آزمون بین المللی لیتراتورное творчество بیش از 300 داوطلب از 10 دولت دنیا اشتراک کردند. علیا قربان علیوه در این آزمون سزاوار جای اول و صاحب دیپلم راحت به استراحتگاه تابستانه ارتک گردید. حکومت نورک افزود که با این مناسبت رئیس شهر اساسزاده دلشاد علی مراد نیز به تبریک علیا آمده است. دلشاد اساسزاده در برابر قدردانی از قربان علیوه علیا برای دستاوردش دیرکتور مؤسسه تعلیمی آموزگاری درس دهنده و پدر و مادر خواننده را با سپاسنامه و تحفه‌ها قدردانی نموده است. طبق اطلاع کاتبات حکومت ولایت سوخت در آزمون جمهوریوی در پایتخت ولایت سوخت ولایت بهترین دانسته شد. منبع از قبل عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی تاکید نموده است که آزمون جمهوریوی گلها زیر عنوان سیر گل لاله با امر پرزیدنت مملکت برگزار می شود. هدف از برگزاری آن پیش از همه بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، فرهنگ و جهانبینی، بیدار نمودن ذوق زیبایی پرستی، آباد و زیبا نمودن هر خانه، کوچه، محله، دهه، دهات، شهرک، ناحیه، شهر، ولایت و جمهوری بوده. آن با استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال بخشیده شده است، اظهار داشته است رحمانزاده. شاهجایزه این آزمون را خود شهر دوشنبه صاحب شده است. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف چند منصبدار را از کار سبکدوش کرد و به آنها امر داد که تمام مزد مهنتی هنگام کار در مؤسسه های دولتی گرفته را به دولت برگردانند، می‌نویسد سپوتنیک ازبکستان. پرزیدنت با کاری غیر قناعت بخش و مناسبت خنک‌نظرانه با کار حاکمان منطقه فرقت ولایت فرغانه و ولایت اولغناری ولایت اندیجان و اینچنین معاون رئیس ولایت سرخاندریو را از وظیفه سبکدوش کرد. غیر از این پروکورورها، سرداران ریاست کارهای داخلی، سرداران ناظرات اندوز، نمایندگان پالاتای سودا و صنعت در بعضی مناطق این کشور از وظیفه‌هایشان سبکدوش شدند. واکسن شرکت داروسازی استرازنکا در دنیا کاملا خارج کرده شد، خبر می‌دهد ریاست تندرستی محلی. مقامات تندرستی دنیا تصمیم گرفت که برنامه امگذرانی کووید 19 را بدون واکسن‌های استرازنکا ادامه دهد، گفت وزارت در اظهارات. آنها توضیح دادند که این تصمیم در زمینه شبهه‌ها درباره موجودیت عاقبت‌های جدی پس از امکانی با داروی نامبرده گرفته شده است. با گفته سردار شعبه تهدیدها به سلامتی و استراتژی‌های امگذرانی مارکو کاوالری در حالی که این پیوند وجود دارد چگونه رخ دادن آن یک اسرار باقی میماند. او اعلام داشت که اگنسی داروهای اروپا در آینده نزدیک برای بررسی این مسئله ملاقات خواهد کرد.
шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии хабар. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби асъор барои имрӯз санаи 15 апрели соли 2021 шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Душанбе абрнок пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 14 то 20 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво аз 14 то 20 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Панҷакен низ ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорати ҳаво аз 10 то 18 дараҷа гарм мешавад. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ 11.31 дирам, 1 евро 13.54 дирам, 10 рубли русӣ 14.92 дирам. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиҳатиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.